خب سلام دوستان عزیز، امیدوارم هر جا باشید خوش و خندان باشید. ما امروز قصد داریم که سوپ درست کنیم. هوا یه ذره سرد شده، مریض شدیم، گلوم درد مونه و مواد سوپ میخوام به دوستان نشان بدم. دوستان عزیز این عدسه و ایشون ماشه و ایشون که میبینید جوه و ایشون هم که سبزی خشک و مقداری پیاز و هویج، همچنین مقداری مرغ و حالا اینا رو با هم دیگه مخلوط کردن نگاه میکنیم. اینم جوه که میبینید میرزیم جو و یک پیمان جو بود و حالا نیم پیمانی دیگه هم ماش هسته. اینم ماش، نیم پیمانی دیگه هم عدس است. اوکی. کمتر از نیم پیمان هم برنج است. اوکی. حالا اینا رو میشوریم همه با هم. خب حالا ما اینو میرزیم داخل این قابلمه زودپز خاطر سریعتر بپزم و چراغش هم روشن میکنیم و اینم از این. خب حالا ما پیازا رو خلال میکنیم و پیازا رو حالا میریم داخل از سوپ ما، میریم سراغ هویجا. هویجا رو هم خلال میبریم و حالا هویج اضافه میکنیم داخل از سوپ ما. این سوپ جوه، این هم سبزی خشک هسته که پیازچه و اسفناجه. این هم میرزیم داخل ازی. آره این هم از سبزیچ. این هم نعنای همینجور که میبینید یه قاشق غذاخوری هم نعنا. آره خب ما شنگوله مرغای خوب بگیریم که چون یک ذره تمیزه. مرغای خود بشوریم و بعد بریزیم داخل. و اینم از مرغا. البته نیاز نیست گوشت زیاد چون خوب نیست، همه ایش مزه گوشت نگیره بهتر. آره اینم از سوپ امروزی ما. خب دوستانم جمعیدی یه هم روغن زرد، روغن کره، باز ما به اندازه نیاز میرزیم برای این. آره اینم بسشه فکر کنم. نمکم به مقداری لازم، فلفل سیاه به مقداری لازم، زردچوب هم به مقداری لازم. این بود تمامی موادی که برای یک سوپ عالی نیاز است. اینم سوپ جو، نگفتن همونه سوپ جو. آره اینم گشنیز است. گشنیزی یخزده است، شامده از قبل و اینم از این. و این دیگه آب میرزیم و بعد میگذاریم تا خوب آماده بشه. این بود سوپی از ما. اینم تاریشون تمام و کمال. این بود از این. شپلقارم بگذار تمام. آره خب دوستان جنبینید سوپ ما آماده شده. اینم از سوپ ما دیگه، جای شما خالی. حالا کم کم نوشی جان کنیم. تا اینجا رسیدن سوپ ما. بیاد سوپ دیگه. عجب سوپیه ماشاءالله. خب این بود برنامه سوپ ما و سوپک ما. انشاءالله که موفق باشید. شما اینجور در هوای سرد خوب مزه میده.